سلام دوستا، امیدوار هستم جور و صحتمند و سر حال باشید. امروز میخواهم یک برنامه ای را آموزش بدهم که چطور میتوانیم از کامپیوتر خود اسکرین شات بگیریم و یا از هر ساحه کامپیوتر خود که بخواهیم اسکرین شات بگیریم. بله دوستا، این یک مهم است که چطور اسکرین شات بگیریم. بعضی وقتا به ما پیش میآید. بله دوستا، به طور مثال من شما را نشان میدم که چطور از یک کارت، از یک عکس اسکرین شات بگیریم. بله دوستان، اینی هستن کارت. میخوایم از این ساحه کارت عکس بگیریم، از این عکس کارت عکس اسکرین شات بگیریم و یا از کل این کارت میخوایم اسکرین شات بگیریم از هر ساحهش. میایم به استارت منو، سرچ میکنیم اسنیپی. بله دوستا، اسنیپینگ تو. بله. فول اسکرین، ویندو اسنیپ، ریکتانگولار اسنیپ، فری فرام اسنیپ، از هر چهار این بخش میتونین استفاده کنید. البته من امروز خواستم که چیزی که شما را آموزش بدهم ریکتانگولار اسنیپ است. فول اسکرین یعنی کل اسکرین کامپیوتر می آید. امروز منظور من که هستن که هر ساحه از این کارت عکس اسکرین شات بگیریم فقط ریکتانگولار اسنیپ است. این ریکتانگولار اسنیپ را کلیک میکنیم و حالا از هر ساحه ای کارتی بخواین اسکرین شات میگیریم به راحتی و آسانی و ساده. بله، من میخوام امروز از این کارت کل این کارت بخش ساحه‌ای را اسکرین شات بگیرم و به بخش های کامپیوتر بیرون از کارت نیاید. فقط همین کارت اسکرین شات گرفته شده و بس. بله به همین سادگی و راحتی. حالا میخوایم این رو ذخیره کنیم. از میرم فایل، هر جای خواستین سیو از میکنین و ذخیرش میکنین به همین سادگی و راحتی. سلامت باشین زنده دوستان. تشکر یک جهان. حالا خواستین که ذخیره کنین یس، اگر نخواستین هیچ. حالا من نمیخوایم ذخیره کنیم. بعد بیایم. تشکر دوستان.